سلام. حتما برای شما هم سوال پیش اومده باشه که آیا اگر من چنل بزنم یوتیوب به من پول میده یا چه موقع بهم پول میده، اصلا به ازای هر 1000 ویو چقدر بهم پول میده. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باش. خواهش میکنم اگر ویدیو برات مفید بود چنل رو ساب کن و نظرت رو برام بنویس بدون معطلی. بزن بریم سراغ ویدیو. بذار همین اول یه چیز بگم خیال خیلی راحت بشه. یوتیوب به ازای هر 1000 ویویی که ویدیوی شما بگیره به شما $0.5 الی 15 یا $20 و یا حتی بیشتر میده و این عدد ثابت نیست و به این بستگی داره که ویدیوی شما مربوط به چه موضوعی هست. اول یاد بگیریم تفاوت CPM و RPM چیست. اولی CPM یا کاست پر میل، هزینه به ازای هر 1000 بازدید. ما با این کار نداریم. این هزینه ای هست که شرکت ها برای 1000 بار نمایش تبلیغشون به یوتیوب میدن. مثلا شرکت BMW به یوتیوب میگه که ماشین من رو روی ویدیوها تبلیغ بکن، به ازای هر 1000 بازدید $20 هزینه میکنم. از این مبلغ 45% سهم یوتیوب و 55% سهم شما به عنوان یوتیوبر به شما تعلق میگیره، یعنی $9 برای یوتیوب و $11 برای شما. حالا چیزی که ما باهاش کار داریم RPM است، یعنی درآمد به ازای هر 1000 بازدید است. این رقم که شما میگیرید و سهم یوتیوب ازش کسر شده. شما ممکنه ویدیوهایی تو کانالت باشه که تبلیغ روش نباشه، از طرفی ممکنه ویدیویی تو کانالت باشه که 4 تا تبلیغ روش هست و مردم هر 4 تا تبلیغ رو هم دیدن. خب یوتیوب چطور میخواد این رو حساب کنه؟ یوتیوب بازدید کلی شما رو حساب میکنه، چه تبلیغ روی ویدیوهات نمایش داده بشه چه نشه، و تعداد نمایش کلی تبلیغ روی کانالت رو هم حساب میکنه و در آخر پول شما رو میده. اولین فاکتور که از همه مهمتره موضوع ویدیویی هست که شما انتخاب کردید. یه سری موضوعات درآمدش بالاتره، مثلا موضوعات مربوط به بیزینس و امور مالی و دیجیتال مارکتینگ و این چیزا درآمدش خیلی بالاه و شرکت برای این ویدیوها مثلا 18 تا $20 به یوتیوب پرداخت میکنه. از اون طرف درآمد موضوعات طنز و کمدی و این چیزا پایینه. خب بریم سراغ دومین فاکتور. دومین چیز که روی درآمد شما تاثیر داره کشوری هستش که ازش میان و ویدیوی شما رو میبینن. اینجور روی CPM تاثیر میذاره. ببینید کی روی یوتیوب تبلیغ میده؟ شرکت ها. همه شرکت ها که فعالیت بین المللی ندارن. شاید 90% شرکت ها فعالیت محلی و داخلی کشور خودشون رو دارن. اونا دوست دارن تبلیغشون روی ویدیوی کشور خودشون نشون داده بشه. به همین خاطر اگر فرد ایرانی با VPN آلمان بیاد ویدیوی شما رو ببینه، تبلیغات به زبان آلمانی میبینه و آلمان کشور صنعتی و اقتصادی قوی داره، به همین خاطر CPM بالاست. CPM کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان، کانادا، استرالیا و غیره بالاست. از اون طرف اگر بیشتر بازدیدهای شما از کشور با اقتصاد ضعیف باشه CPM پایینه، مانند کشور هندوستان شاید به ازای هر 1000 بازدید $2 بگیرید. فاکتور سوم سن بیننده در درآمد کانال تاثیر داره. مثلا اگر فرد 30 ساله ویدیوی شما رو ببینه، چون دستش تو جیب خودش هست و کار میکنه و درآمد داره، شرکت ها دوست دارن افراد با سن مثلا بالای 20 سال تبلیغ اونا رو ببینند و CPM بالاتری میده. ما چه موقع به درآمدزایی میرسیم و میتونیم از یوتیوب درآمد کسب کنیم؟ شما زمانی که 1000 سابسکرایب داشته باشید و ویدیوی شما 4000 ساعت دیده بشه، درآمدزایی براتون فعال میشه. خب اینم از آموزش امروز. امیدوارم براتون مفید واقع شده باشه. تا آموزش دیگر بدرود.